بالاخره ای بابا بالاخره این گوشی اینجاست. یه غول شیائومی 15 اولترا، یه پرچمدار از شرکت شیائومی. این گوشی با دوربین 50 مگاپیکسلی و سنسور 1 اینچی کیفیت نزدیک به دوربین حرفه‌ای رو بهتون میده. زوم پریسکوپی 5 برابری اپتیکال، حتی از راه دور هم جزئیات رو شما از دست نمیدی باهاش. پردازنده اسنپ دراگون 8 نسل 3، یعنی نهایت سرعت حتی تو بازی‌های سنگین. یه نمایشگر امولد با نرخ تازه سازی 120 هرتز، یعنی همه چی روون و شفافه. باتریش 5000 میلی آمپر با شارژ سریع 90 واتی سیمی و 50 وات 20 گوشی تو نیم ساعت 100% شارژ میشه. این باور نکردنیه. طراحیش هم نگم برای دیگه لوکس و لاکچری، اما این گوشی با یه فوتوگرافی کیت میاد که خیلی خفنه. ببینیم این فوتوگرافی کیت چیا داخلش هست که با یه گریپ و یه دستگیره خاص گوشیتون رو تبدیل میکنه به یه دوربین دیجیتال واقعی. بدن این کیت خیلی خوش‌دست و مقاوم و تجربه عکاسی رو فوق‌العاده راحت و دقیق میکنه. یه دکمه شاتر فیزیکی داره، درست مثل دوربین، با نصف فشار فوکوس میکنه و با فشار کامل عکس میگیره. کلید زوم چرخشی هم داره، یعنی بدون لمس صفحه میتونی خیلی نرم رو سوژه زوم کنی. پورت تایپ سی اضافی هم داره تا همزمان بتونی گوشی رو شارژ کنی یا میکروفون خارجی رو بهش وصل کنی. با این کیت شیائومی 15 اولترا فقط یه گوشی دیگه نیست، یه دوربین پیشرفته خیلی خفنه. رنگ و بین، رخ و بین، طراحیش طوریه که هم برای عکاسی افقی عالیه، هم برای ضبط ویدیوهای عمودی مخصوص سوشال مدیا. ویدیو رو لایک کن، تو کامنت ها برام بنویس با این تفاصیل میره آیفون و سامسونگ میخری یا شیائومی. راستی کانال رو ساب کن که کلی ویدیو خفن تو راهه. تو کامنت ها بنویس اگه پولشو داشتی این گوشی رو میخریدی یا نه.